و دل خود رو با مطمئن که خوب باشه که مطمئن باشه خیلی خوش باید یه ویدیو چطور دیگه از بیگ اسموک با حضور میلاد همتی توپالا داریم اینجا که یه حال اول ریکورد میکنه. سلام به گوگل مگولی توی خونه پوست به تک تک کونهای زیبا بود. ویدیویی که امروز داریم مربوط به وارزون 3 هستش که چیترای نامهربونش مشخص شده. چیت میزنی بازی که تازه اومده توش چیت میزنی. چقدر تو گاوی، چقدر تو حروم بستگی. اصلا چیت میزنی بهت حال میده. خیلی حال. بریم با یه از چیت‌ها رو ببینیم چه جوریه. جذاب هست یا نه؟ اگه جذاب بود بخریمش. حاجی چیت‌ها رو نگاه کن، بیلا پشت دیوار می‌بینه یارو رو. الو داره دیوار رو میزنه ولی یارو الو حاجی ایمش هم نگه حاجی بعد فیلد آف ویوشو نگاه چقدر زیاده. نگاه چقدر کجا رو میزنی؟ بخواه ایمش به روی یارو تیر میزنه. همتی ناراحتم. بعد بلد نیست. اصلا این چه گانیه؟ بعد متراژ هم میزنه همتی که فاصله یارو این چقدره؟ همش میسرف که. آها رفت ایم باتو داره تنظیم میکنه حاجی. فیلد آف ویو رو دیدی قابل تنظیم بود؟ همه چی قابل تنظیمه. عجب چیز کاملیه. چیتر رو چیز که کم کردی مثلا خطاش کمتر شه. خدا لعنت کنه این چیترا رو. حاجی بمیری که پارشم ناموسن. نکنم این بمیره. حاجی فیلد آف ویو رو نگاه کن دستش کجا میاد واسه بستن شیل. اون دایره برفشه رو می‌بینی؟ تو محبت هر تیر بزنی می‌خوره. تیر میزنه. ایم ات داون ایم ات ای آل دیگه نمیدونم چیه. سیو و لود هم میکنه دهن سرویس. بزن دیگه اونو. بزن. تعارف نکن. چیتر عوضی. بزن. نگو تلپورت داره. نه ناموسن یه مورد نیست. داره میره تو خونه اینو بکشه. بردار پولو. حاجی چه نوبیه. قشنگ معلومه یه بچه 11 12 ساله. اصلا موومنت بلد نیست. موومنتشو نگاه کن. وای ایملاکو. دیدی رو یکی هم داشت آره. حاجی ایملاکو. الو یارو وای بیسته قشنگ. حالم ازت به هم میخوره. گفتم تو محبت دایره بیا تیر میزنه خودش. یه دونه میسته میخوره. بیدم توی بازی. ایم رو هد قفله ها. چرا یه گانه دیگه بر نمیده؟ داری فشاری میکنی داری با اس ام جی میزنی. چرا اسپات میشه یکی اینو بکشه؟ الو سوتیو. وای چند تا کیل 12 تا کیل داره دیگه. وارزون تو بعید بود. وارزون ها نگاه وای 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 حال به هم زنه حالت تهوع. بچه چقدر زایه است یارو. حداقل وال هکش استفاده کن فقط. نشون میده که پلیر خوبی نیست که از همه چیزش استفاده کنه. چیتر خوبی نیست. اسکو پلیر چیه؟ انا آبروچ پلیر خوبه. موومنت رو نگاه کن تو اینو نگاه از پشت در زد مادر مرده رو. آها یه اس ام جی بالاخره عوض کرد. خب تمومه کار پلیرها تمومه دیگه. اینجا به بعد کارشون تمومه. کار لودات اومد دستش. الو چیز خوبیه همتی از کجا بخره اینو؟ چیزش نداشتی ویدیو؟ جانم بگو نات لاکینگ های واسه اون ورا آبه بخره. فیری هم هستی چند تا اکانت استیم میسازیم. نیگو حاجی جوابه تو کافی فقط موو بدی نیاز نیست کاری بکنی. وای ولی یارو اون شاتگانه رو داشته. اگه چیت نداشت زده بودش. این یکی هم نگاه چه خوب اومد بزنتش. حاجی با جامپ یارو داشت آره. که خوب میخورد از پشت در و دیوار. اینو ببین چند نفری بری میشه پشتش. آره داره سلف میزنه. نو سگ رفت رو یکی. کلن ایم رو هد تماس. اصلا سوتیش اینه که داره رو یکی هم رفت داشت ریپورتت کنه درجا بهم میشه. من باورم نمیشه که پلیرها وقتی میمیرن وای نمیستن اینو نگاه کنن. آخه اینو نگاه کن. فقط هد زد. نگاه شاغالو میخواد اونم بزنه. شما چیترها باور نکردنی و آشغالید. یه مچ کامل داره با چیت بازی میکنه و بند نشده. حالا اگه من بودم حداقل اسنایپ برداره هی ایم کن بزن خوش میگذره. همت نگاه از کجا زد؟ ما حالت عادیشون رو نمیدونیم. بنده خود داشت یه دقیقه میومد این ور. اون که بدون چیت بود داشت بهترین رو میزد. دیدی 21 کیل داره همتی. تو دست جمعی نمی‌ریزم بزننش. تازه یارم داره. یارا رو گذاشتی که بعد شاپ هم بغلشون بود نرفتن یارو رو بخرن. دیدی یارو نمیخردش. یار میخواد چیکار خوش تکلیف جمع بکنه. نگاه کن وای همتی. آها شیلدم نزد بلند شد همونو زد. حالم ازت به هم میخوره. تیرکم آوردی تو میپره ایم میکنه یا یکی اونور رندوم شت میزنه. برو یارتو بخر.
اوه میلاد مپشو الان دیدم، تو مپ هم نشون میده. آره مپش یو ای وی کامله. همونم کافیه به نظرم. چیتر رو بخریم فقط یو ای وی کامله رو داشته باشیم. واسه ولاد بسته. به ولاد بگیم ولاد اینجان، ولاد اینجان. الان یکی بالا سرت اونو ندیدیم مثلا تو مپ. وای همتی. بعد اصلا براش مهم نیست یارش کجاست. تو اسموک نزده مثلا ظاهرش. آره تو اسموک زد اتفاقا. بعد هیچکی هم وای نمیسته واچ کنه این حرومزاده رو که چجوری کشتتش. میره 2 تا واچر داره دیگه. باور نکردنی تو چیتر عوضی داره حالم به هم میخوره چیتش. عوضی اومد پشت دیوار بزنه. کیفیتش بد شد. خودش گند زده فکر کنم. یا وی پی ان هم قطع شد. درد و نفرین درد و نفرین. اصلا براش راستیه مهم. اینا 3 نفری زندن، این تو مخشه. بعد یارش مرده همتی. چیتر رو میکشنش همتی. کشتنش همتی. نه همتی کشتنش. آقا بالاخره بود. چیتر نوب سگ. زنده بمونی ها، زنده نمونی ها. همتی زنده موند. بزنش. جونم مادرت بزنه. نمیزننش همتی. یارو چیتره. آها یه مومنت ریز. بله صحنه رو تو رو قرآن نگو وین کرد. وین شد 28 کیل 13,000 تا دمیج داده. چرا چیت میزنی؟ اگه میزنی چرا این همه زیاد مامای مجرمم. چرا انقدر بد چیت زدی؟ چرا انقدر زایه چیت زدی؟ و چرا تا آخر این لودینگ گذاشتی بمونه؟ چیتر عوضیه به درد نخور. هستم بابا عصبی شدم. آقا بازم وقت گرانبهاتو به بیگ اسموک دادی ها. خیلی مشتی یا دمت هم گرم. ما فراموش نمی‌کنیم که وقت گرانبهاتون رو چشای نازنین و مهربونتون رو صرف ویدیو ما می‌کنید. حجم اینترنتتون رو خیلی رضایت دارید. شوخی می‌کنم. واقعا ممنونم هم من هم میلاد توپل شما این وقت گرانبها رو برای این ویدیو گذاشتید. بازم میتونید تو کامنت به من بگید که این ویدیو رو دوست داری یا نه. و از همه مهمتر کانال میلاد آروین استریمو داشته باش. توپل اونجا مشغوله. داخل دیسکریپشن هست. اجزی چونش داره نوشته میشه. بالا کله کچلش هم الان نوشته شد. لذت ببرید از حضور میلاد توپل در استریم‌های یوتیوبش. چش و چال برید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله طلایی. داخل میلاد مستی. این همه چیز با عوض نمیکنه. من هنوز با تو مشکل